ای است گنرال، ای است کسی که باید مدال شرف براش داده شود، باید عنوان جسارت براش داده شود، عنوان قهرمان مردمی براش داده شود. قرقیزستان از سببی که چون 5 سال پس راهبرش عوض می شود نمیتونه یک دیپلمات درست بسازه و بدبختانه ما در طول 30 سال راهبری رحمانوف یک دیپلمات درست نساختیم، یک وزارت درست نساختیم. بدخشان بلند شدند خواستن برای من از واروق دفاع کنند. خیلی خوب، عمل جوانمردی. آرمان های ما همی است که اگر روزی شد که در سال 2012 چرا مردم بدخشان توقع بود و کشته شد؟ چرا مردم اسفره در اون حالت بلند نشد و دفاع بکنند؟ چرا مردم کلاب از اون مردم دفاع نکرد؟ چرا مردم سوخت از اون مردم دفاع نکرد؟ چرا مردم ناحیه‌های تابع مرکز نرفتن از بدخشان دفاع کنند؟ چون مردم آماده هیچ چیز نبود، چون برنامه سالم برای مردم نبود، دعوت نبود، صحبت نبود، گفت و شنیدها نبود، مردم تنها بود. البته از قضیه همگی آگاه هستیم و همگی میدونیم که اکنون چی حادثه بالای مردم ما رخ داد، گرچنده اگر در یک منطقه دور از مرکز هم باشد، اما جنگ است، خون است، خونریزی است، نوارها، زد و خوردها، خونریزی ها، همه را دیدیم. قبل از همه من از همه عزیزان و برادرانی که میبینید خواهش میکنم در حق شهیدانی که دیروز در مناقشه جان خود را از دست دادند، در این ماه بزرگ رمضان، در این ماهی که امیدوارم انشاءالله که طاعت و عبادت های هر یک ما شما قبول است، در حق او جوان مردان وطن، او قهرمانان ملی، او جوانان ملی مردمی دعا را فراموش نکنیم. انشاءالله امیدوار هستم که در این ماه بزرگ رمضان به خاطر دفاع وطن جنرال های واقعی اونها بودن، جوان مردان اصلی اونها بودن، آنها سزاوار رتبه پلکانیک بودن، رتبه جنرال بودن. اما امروز به خاطر دفاع وطن، خاک وطن، به خاطر سربلندزیستن مردم واروق، مردم چارکو، چیکار کردن؟ جان خود را از دست دادن. سلاح گرفتن، چون جنرال، چون قماندان، چون یک نظامی در صف ایستادن، از مرز دفاع کردن و موفق هم شدن. اکنون از آنها فرزند است، نسل است، پدر است، مادر است، عزیز است، کسانی که آنها را تولد کردند امروز تنها ماندن. یکی از جوانانی که جان خود را از دست داد از ترسونزاده است. یک نفر عزیزش خطی صحبت داشتیم، 2 تا فرزند دارد. اکنون باید فرزند او در بهترین دانشگاه تحصیل علم بکنه. اکنون باید فرزند او بهترین غذای سالم بخوره. اکنون باید فرزند او، همسر او، مادر او یک نفقه از حساب باج دولتی، از حساب بودجه دولت برای او داده شود. از حساب او جنرال های مفسخوره که شکماشون دم کردگی نشستن که میلیون ها دلار غارت میکنن، باید اون مبلغ ها به حساب انایی جوان مردا، به حساب انایی کسانی که جان خود را از دست دادن، فرزنداشون مقیمان، به حساب آنها باید بگذره. اکنون اینها باید سالم زندگی کنن. البته دوستان عزیز، در اینجا یک چند عکس هایی که میبینین، کسانی که در همه قضیه از دنیا گذاشتن، صلاح الدین گدای 28 سال از خوالینگ است، بختاور محمودو از اسفره، امیدجان یوسفوف 32 ساله از ناحیه باباجان غفوروف، نیکروز غفورو از ترسونزاده. همین بچه 2 تا فرزند داره. حکمت الله محکمو از اسفره، ابراهیم و هاشم زاده از اسفره، شیرعلی رحمت زاده از اسفره، سفر نبی از اسفره. اینا کسانی که خب رسانوی شدند و مردم دید.
کسانی که رسانه نوشتن معلوم دید و عکسانی آنها هم نیز اینجا یک از آنها است. ای است گنرال، ای است کسی که باید مدال شرف براش داده شود، باید عنوان جسارت براش داده شود، عنوان قهرمان مردمی براش داده شود که واقعا به خاطر مرز و بوم وطن چیکار کردن؟ رفتن دفاع کردن و به شهادت رسیدن. گفتنی ها زیاد از دوستان عزیز. من پیش از همه برادرانی که در همه منطقه ها هستین، شاهد واقعه هستین، کسانی که خب موضوع را یعنی برنامه‌ای که در اونجا گذشت، آن مشکلاتی که گذشت دیدین، شنیدین، معلومات درستی دارین، میتونین که توسط سیلیکا داخل شوین، در استودیو پیوست شوین، فکر و نظرتون بگین و در عموم واقعا اگر که چون همچون یک انسان سالم نگاه بکنی، در ماه بزرگ رمضان خون یک نفر را رزاندن واقعا یعنی که منطقی نبود، اما طرف مرزها را گذشت. گرچنده امروز مردم ما دست به احساساتی زدن و یک طرف گناهکار دارند، اینجا قضیه اصلا دیگر است. بعد از آنی که ما صلح کردیم سال 1997، ارتش قوی داشتیم، نظامیان با قوت داشتیم، هر یک مجاهد داشتیم که سلاح در دستش در برابر 1000 تخریب ایستاد میشد. اون نفرا بودن و در عموم نیروی مستحکم رو داشتیم، چون بعد از جنگ مردم دیگر خب نفوذ داشت، مردم دیگر جنگ دیده بودن، دیگر میدونستن چیکار بکنن، سلاح را استفاده برده بودن. اگر حکومت سالی میشد الکی مشکلات مرزی را ما در خود همون سال این نفرا را زندان نمیکردیم، کشته نمیکردیم، بنام نشان نمیکردیم، بدرغشان نمیکردیم. اولین کاری که میکردیم مرز و بوم کشور را نقطه گذاری میکردیم. کاری مهم بود. مرز کاری مهم است، پارچه های مرز دفاع کردن. اما حکومت چیکار کرد؟ از فرصت استفاده برد، همه را زندان کرد، همه را کشتار کرد. امروز من میخوام زیر دو نقطه صحبت کنم. یکم این که اصلی قضیه چرا دست به خونریزی بالاخره زدن. بالاخره نو مردم واروخ دیگر خسته شد، واقعا مردم واروخ دیگر خسته شد. این مردم دیگر برداشتی هیچ چیز ندارن. طولی از سال 2012 یا 2010 بود خطا نکنم تا امروز چون این مناقشه ها در مرز بود، اما در هر حالت مردم قرقیزستان دست بالا میشد و ما در برابرش 4 تا دانشجو را بلند میکردیم یا 4 تا گروهی که تشکیل کرده بودن که هیچ منفعتی به اونها را بلند میکردن و کدام داملای از منبر مسجد میبرامد مردم با صلح و ثبات و با صبر و با طرفداری پیشوای ملت دعوت میکرد، دیگر هیچ کاری نمیکردن. اما اکنون بالاخره مردم خسته شد و راه را گرفت، دست به سلاح زد و رفتن خونی یکدیگر را ریزاندن. خوب نیست عادتا. یعنی دیپلمات چیزی مهم بود در اینجا. قرقیزستان از سببی که چون 5 سال پس راهبرش عوض میشود نمیتونه یک دیپلمات درست بسازه و بدبختانه ما در طول 30 سال راهبری رحمانوف یک دیپلمات درست نساختیم، یک وزارت درست نساختیم که اصلا قضیه مرزی، قضیه پارچه های زمین نمیتونی در این شب و روز، در این عصر جدید، در این حالتی که دیگر دنیا نظر میکنه، تماشا میکنه، سلاح بگیری بجنگی. بهترین راه، بهترین اصول، بهترین کاری که میتونی تقدیر دو ملت حل کنی، دست میزنی به دیپلمات حرفه‌ای. دیپلمات های خوب، راهبرای استوار، راهبرای مرد صفت، گنرال های وطن و توش، گنرال هایی که حرفاشون حرف باشه، اونها میروند مذاکرات میکنن، در روی یک میز مینشینن، آخرین توچکه نقطه گذاری میکنن و آگاهی میتن اگر که آخران بار مشکلاتی که از طرف شد دیگر ما دست به سلاح میزنیم. اما تا آخرین سفری که رحمانوف به واروخ داشت نقطه گذاری نشد،
قضیه حل نشد، به خاطر مرز نرفت، به خاطر رقص و بازی رفت. ما این گپ را بارها گفتیم و باز هم میگیم که حکومت رحمانوف 50% مشکلات، 50% که امروز دست به خون زدن مردم گناهگار است. اگر ما یک گروه را گناهگار میتونیم کرده که مردم واروخ از دست به کارهای غیر رسمی زدن و عملهای کردن که بالاخره مردم باید دست به سلاح میزد، اما طرف دیگر هم حکومت است. کمیته امنیت داریم و وزارت کارهای داخلی داریم، ایدن ساختار، ایدن وزارت که ساخته شده است، کمیته که ساخته شده است. در این مسئله باید جدی باشن، در این مسئله باید واقعا کار بگیرن و نمیگذاشتن که مردم دست به سلاح میزد. ولی اکنون زد چی علاج و باید ادامه کار چی میشود؟ ادامه کار چی است؟ دیدیم که نوارها ما و شما دیدیم. ما راستی واقعا نوارها رو دیروز همگی در همه رسانه ها دیدیم. اگر یکم نواری جدید باشه میتونید در ما روان کنیم، میتونید اینجا بگذاریم، وگرنه دیگر نوارهای همش هست، همش تماشا کردیم، هیچ چیزی نواری نیست. ولی من در اینجا یک چند نوار دیگر از تلویزیون‌های تاجیکستان میگذارم و ببینید که در رسانه‌های ما چه خبر است. در چنین حالت‌ها اصلا باید در تمام رسانه‌ها موضوعهای شجاعت، موضوعهای جوانمردی، موضوعهایی که مردم را غرور شبیدار میکنه، موضوعهایی که مردم آماده خاک دفاع وطن میشه و باید گذاشت. یا با مردم از اون منطقه خبر داد که مردم شما ناراحت نباشین، واروق زیر نظارت است، زیر کنترل است. کمیته دولتی امنیت ملی سفر کرد، اونجا رفتن، ملاقات کردن، مردم خوب است، خونریزی نیست و هکذا. باید این چیزا برای مردم داده شود چون مردم احساساتی نشود. امروز ما نوارها دیدیم، یک گروه در بدخشان الکی بلند شدن، یک گروه مردم ونج بلند شدن، مردم چارکو بلند شدن، مردم خب دیگر آمدن از وطن دفاع کنند. و ما در این مسئله برمیگردیم، در این نقطه برمیگردیم. مردم بدخشان بلند شدن، خواستن برای من از واروق دفاع کنند. خیلی خوب، عمل جوانمردی. آرمان‌های ما همی است که اگر روزی شد که در سال 2012 چرا مردم بدخشان توقع بود و کشته شد؟ چرا مردم اسفره در اون حالت بلند نشد و دفاع بکنن؟ چرا مردم کلاب از اون مردم دفاع نکرد؟ چرا مردم سوخت از اون مردم دفاع نکرد؟ چرا مردم ناحیه‌های تابع مرکز نرفتن از بدخشان دفاع کنن؟ چون مردم آماده هیچ چیز نبود، چون برنامه سالم برای مردم نبود، دعوت نبود، صحبت نبود، گفت و شنیدها نبود. مردم تنها بود. مردم بدخشان از سال 2015 گرچند امروز در مرز ما جنگ است یک دیگر هم میکشن، در داخل تاجیکستان در بدخشان از طرف حکومت مردم کشتن، ولی دیگر منطقه ها خاموش بودن. به خاطر چی؟ به خاطر ما در ذکر کردم که مردم آگاهی نداشت. مردم بدخشان هم یک دشمن میتراشتن. مردم بدخشان مردم کلاب هم یک مردم جنگاور میدونستن. مردم زرافشان را دیگر قسم میدونستن. بین مردم، بین منطقه، بین شهر، بین ولایت ها پر از کشمکش ها بود. اما امروز خدا را شکر ما موفق شدیم، در برنامه ها ما پیروز شدیم. مردم توانستیم روی یک میز دعوت کنیم، توانستیم مردم آگاه کنیم که اگر رفت و در واروق یک جوان کشته می شود، خونی او جوان خونی برادر ما و تو باید باشه. و امروز از بدخشان یک گروه جوانا بلند شدن، از چارکو یک گروه جوانا بلند شدن. خیلی خوب، خوش به حالتون. در همه حالت چنین باشیم، در همه حالت آماده دفاع یک برادر باشیم. اگر سال 2012 انمی مردم همیشه آماده میشد، همیشه یک دست میشد، نزد پارلمان، نزد حکومت، نزد هر جای میرفت، از حکومت میگفت که ای حکومت در کوتاه‌ترین فرصت نظامیات از بدخشان بیرون کن، شاید تا این درجه خونریزی نمیشد. ولی در اون شب روز مردم آماده نبود. اما در طول 30 سال که رحمانوف یک اصول درست دولتداری نداد، نتونست، چون سواد در کار است. برای دولتداری کردن واقعا من میگم سواد کافی در کار است. نظامی هست، سلاح هست، خب نفوذ هست، نه اهالی هم زیادتر است، فرهنگ بای. اما چرا تا امروز تقدیر اون مردم حل نشده بود؟
اینجا الکی بعد از این قدر کشمکشی ها باز هم حکومت تاجیکستان بی‌سوادانه وضعیت استفاده برسد. شما الکی رفتین منطقه‌ای که از شما با دعوایی بود گرفتین، نقطه دوم استفاده بر این فضای دیپلمات نقطه گذاری کنین، خفا نگردین، نگذارین دیگه که یک اجنبی دیگه باز هم بیا باز هم سال دیگه خونریزی شود. خونکو دادین، خونکو شما دادین، مرحمت. جوانا را که کشتین، جوانا رفتن قربان شدن، اینا همه قربانی ها هستن. این همه یک جوان، یک مرد قربانی است که رفت در مرز کشته شد. این جوان سال 93 تولدش. مردم یهودی در دست سلاح گرفتن رفتن گفتن ما می جنگیم، ما وطن دفاع میکنیم. شما که نتونستین، نو لااقل مردم توانست. پس باید مردم دستگیری کنی. الکی مردم رفته از تا جای موفق شده است، تا جای پیروز شده است، تا جای توانست از کاری بکنه. اما خب دیگر حکومت از این مردم باز هم استفاده نمیبرد. اینجا سیروهای خفته است و بالاخره معلوم میشود مواد مخدر قاچاق بدون باج گمرکی داخل شدن مال و کالا و دیگر چیزهای است که باز هم دست حکومت رحمانوف دست دارد.